را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط بعضی از خبرهای مهم. برای ثبت سیم کارت از رشت تا به دوشنبه آمد. مشکلات ثبت دوباره سیم کارت ها در تاجیکستان رو میزند. ساعت 2 شب کمپانی واویلون زنگ دادن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد 2 روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشه. ملاقات دونالد ترامپ با کیم چن اون رهبر کره شمالی به نتیجه انجام یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفت بعضا ملاقات را باید ترک کنیم. یک مادر 3 فرزند از ختلان فریفته شده به سوریه رفت. هم از شوهرش محروم شد و با عذاب زیادی هم به تاجیکستان برگشت. مرز رو پول داده به حجت گذاشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه اوگوست سال 2015 گپ زده بودم. تفصیل خبرها. در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها ادامه دارد و از حالا مشکلات پیش آمده است و بعضی از مشتریان شرکت های مخابراتی میگویند سرگردان شدند. بعضی باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید این طرف آن طرف بدوند تا سیم کارتی را که سالها به نامشان داشتند از نو ثبت کنند. برات یوسفی در این باره گزارش میدهد. اهل‌دین حکمتوف را خاموش شدن سیم کارت تلفنی دستیش مجبور کرد این صبح از ناحیه دوردست نورآباد به دوشنبه بیاید. او میگوید سیم کارت تلفنش از شرکت واویلون است و به او هشدار دادند که تا 2 روز به نمایندگی های این شرکت حاضر شود. ساعت 2 شب کمپانی واویلون زنگ دادن که باید که شما با کمپانی حاضر شوید. اگر مهلت بگذره بعد 2 روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشه. من روز دیگه دین شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن. من این ساعت خستم که همین خواب خستم که وجود تلفن من کار نمیکنم. مجبور شدم که من به شهر دوشنبه بیام. به شهر دوشنبه بیام سینکات اخیر اومد که با اثر نو پاسپورت نو ما با پیشنهاد کردم. خیلیت که من مثال پاسپورت نو داشتم. اگر پاسپورت نو نمیدم مجبور بودم که من 10 روز 15 روز به تلفن بگردم. نمیخوام. اهل‌دین گفت وقتی از شرکت تلفن کردند آگاه نکردند که باید شناسنامه نو را همراه بگیرم و سیم کارت را با شناسنامه نوم ثبت نام میکنند. آخه اقلا باید که 1 ماه مهلت یام. 1 ماه. خود 2 روز مثلا من آدمی از در پامیر مثال در خوجند خواهی مثال پاسپورت نداره با تمولیه زمستان راه همه رسن آخی. تعدادی از مشتریان شرکت واویلون هم که هنوز شناسنامه نو نداشته‌اند میگویند تلفنشان را خاموش کردند و در شرکت آگاه کردند که بر اساس قرار حکومت سیم کارتشان را تنها با شناسنامه‌های نو ثبت نام میکنند. اما نمایندگان شرکت واویلون گفتند که شرکت با اختیار خود حق خاموش کردن سیم کارت مشتریان را ندارند و اگر از کدام مشتری را که 2 روز مهلت میدهند و بعدا خاموش میکنند تصمیم شرکت نیست. مهلت 6 ماه در قانون مقرر شده که همین قرار مثال تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمی شود. اگر این رقم با سبب‌های دیگر اگر خاموش کرده شود شاید سبب‌های دیگر باشد نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو. روز 9 فوریه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست‌شوی به شبکه‌های علاقه برقی و خدمت‌رسانی‌های وابسته به آن تغییرات وارد کرده شد و در آن طلبات نوی گرفتن سیم کارت‌های تلفن‌های موبیلی ذکر شده است. از جمله در این قرار آمده است که خدمات علاقه تاجیکستان موظف شده است که در موردی در طول 6 ماه ثبت نام کردن مشتریان شرکت‌های مخابرات را با شناسنامه نوی نمونه سال 2014 چاره‌جویی کند. ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به هیچ نتیجه انجام یافته است. دونالد ترامپ روز 28 فوریه بعد از این ملاقات در شهر هانوی پایتخت ویتنام گفت بعضا شما باید ملاقات را ترک کنید و این دفعه همین طور شد. دونالد ترامپ افزود کره شمالی در این ملاقات میخواست آمریکا همه تحریمات بر ضد پخینیان را بردارد، اما آمریکا گفته است تا زمانی که کره شمالی از آزمایش‌های اتمی و از برنامه‌های اتمیش دست نکشد تحریمات اقتصادی برداشته نمی‌شوند.
بینندگان ارجمند، روز یکشنبه 25 فوریه بخش دوم سلسله گفتار ریگی آمو نشر شد که در آن همکارمان عباسی جوادی درباره 50 سال اول ورود اسلام به ماوراءالنهر صحبت می‌کند. شما را به تماشای آن در کانال آزادی ویدیو و هم شرکت در بحث دعوت می‌کنیم. یک زن 22 ساله از ناحیه قبادیان در ولایت ختلان میگوید پس از تقریباً 4 سال از سوریه به تاجیکستان برگشت. فرنگیز تاشمتوی 32 ساله با 3 فرزندش 2 ماه پیشتر از ترکیه به تاجیکستان آمده است و میگوید از زیر دستی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی فرار کرد. به قول فرنگیز او را فریب کرده به سوریه بردند. ماه نوامبر سال 2015 با ترغیب شوهرم به قصد شهر ایدلیب مرز ترکیه را عبور کردم. از آن طرف مرا آدم‌های ناشناس پیشواز گرفتند. به یک خانه برده تلفن و شناسنامه‌ام را گرفتند. شرایط زندگی‌مان خوب نبود. شوهرم را سراغ کردم ولی گفتند که نمی‌دانیم. گاهی خودشان غذا می‌آوردند. زنان تاجیک همراه من نبودند. بیشتر زنان داغستانی بودند. با یک گروه زنان از سوریه به ترکیه برگشتیم. مرز را پول داده به حجت گذشتیم. آخرین بار با شوهرم ماه اوگوست سال 2015 گپ زده بودم. مقامات قبادیان گفتند فرنگیز تاشمتوی که از حضور خود در سوریه خبر داده و از رفتنش پشیمان شده است زیر نظارت روانشناسان قرار دارد و بر اساس قانون به جوابگری کشیده نمی شود چون در مناقشه ها شرکت نکرده است. از تاجیکستان 10 زن با کودکانشان به سوریه و عراق رفتند. شهران بسیاری از آنها که در صف گروه دولت اسلامی جنگیدند کشته شدند و بعضی ها برگشتند. در کشور همسایه در قرقیزستان گروه از معلولین در مکتب روستایی دولابو در ولایت نورین اکثرا به درس‌های اول دیر می‌آیند یا عموما نمی‌رسند. معلمان هم با وجود این معلولان را سخت نمی‌گیرند چون می‌دانند که کودکان چندین کیلومتر را پیاده طی کرده و از راه دور به مکتب می‌آیند. گزارش را در این باره از همکار ما کیومرثی عطا می‌بینیم. با رسیدن بامداد کودکانی که به سختی از خواب شیرین بیدار شدند باید به مکتب شتابند چون ممکن است دیر کنند. برای رسیدن به مکتب 1.5 ساعت ضرور است. از این خانواده 5 نفر به مکتب می روند. دختر کلانی به صنف 8 می رود. فرزند خردی در صنف ابتدایی است. وقتی هوا بسیار سرد شد البته کودکان را نمیگذاریم به مکتب بروند. میترسیم که چگونه به مکتب میروند، چگونه در چنین هوا به خانه برمیگردند. دیروز و پریروز در خانه بودند چون که هوا بسیار سرد بود. کودکانی که در کوهستان زندگی میکنند ظاهرا به چنین سردی ها عادت کردند. فرزندان 20 خانواده از این روستا به کنار راه تاش باشد در ولایت نورین می آیند و هر ماشینی را که آمد نگه می دارند. اگر ماشین استاد اول کودکان و دختران را سوار می کنیم. خودمان پیاده می رویم. اگر ماشین پیدا شد تا مکتب می رساند. امانتور میگوید اگر ماشین یافت نشد پیاده می روند و به درس ها دیر می مانند یا اصلا به مکتب نمی روند و همین گونه زیاد می شود. در روزهای سرد زمستان هم این بچه ها باید 7 کیلومتر راه را طی کنند و به مکتب برسند. از کنار رودخانه نورین حرکت می کنند تا به مکتب می آیند که سردی به استخوانشان می رسد. وقتی وارد مکتب می شوند درس اول تمام شده درس دوم آغاز می یابد. آموزگاران به دیر ماندن بچه ها عادت کردند. در راه ماشین ها را نگاه می دارند. بعضا دیر می کنند. هرچند این موقتی است. همین که اتوبوس مکتب را تعمیر کردیم آنها را با ماشین میاریم. دیر ماندن آنها را درک میکنیم. سال گذشته سرپرستان مکتب برای آنها یک اتوبوس خرد خریدند ولی این اتوبوس زود و به خصوص در زمستان ویران می شود. حالا تعمیر طلب و در گراژ است. مسئله پول قسم‌های احتیاطی حل شد. متخصصان کار را که تمام کردن به راه می‌برایند. زود می‌شکند. تا آخر ماه دکبر حرکت می‌کرد. برای مواد سوخت و تعمیر ماشین از حساب حکومت ناحیه تقریباً $1500 اختصاص دادند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جانبیکی عبدالواحد یک ساکن شهر دوشنبه ادعا دارد که یکی از افسران بلند رتبه بازداشت شده وزارت امور داخلی او و خویشاوندانش را عذاب و شکنجه داده است. فرهاد نورخانوف، معاون سردار شعبه کافتکاوی جنایی در ریاست امور داخلی شهر دوشنبه، به شکنجه حمزه صالحف، یک نفر دیگر، متهم می شود. جانبیک عبدالواحد، ساکن ناحیه شاه منصور، روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت فرهاد نورخانوف با دو مأمور میلیسای دیگر او و همسرش و خویشاوندان دیگرش را عذاب و شکنجه دادند تا جایی با گفته او پنهان شدن برادرش را آشکار کند. جانبیک عبدالواحد جزئیات حادثه را در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی و نقل کرد. مرا قطعی زنم در یک ماشین خدم ماشین نوای کار اومدگی ماشینم دارم چی در درون ماشین خدم بارم کردن گرفتن بردنم عدل بردنم گفتن که هم خیلی کار گپ کار گذشتگی مقصد ما گفتم رفتیم ما جوش ایشون بتیم مقصد همون در کارتون باشه تا شما چی به پیش ما میین یکمش که رستم حقیقتی ما زندگی نمیکنه زندگیش وای جدای بعد جنایت کردگی باشه در نزد خانم خودش کی است رستم این برادر ما است. چیکار کردن رستم اما 16 دکبر دزدی کرده هم کارخانه چیل دخترم رو واقعا دزدی کردگی بوده است نه که در این وقت ما خواهردار نبودیم ای کار که مقصد بودی خیلی کار مقصد ای چیزو ما آگاه نبودیم بعد در عدل رفتیم همین چیزو را آگاه شدیم بعد گفتم که مقصد تو قطعیش رفتگی یکم درو وردن در دستم با خط زدن اول زدن تنم خواهم هم عیب شد بعد دست پوچم اسکوچ کردم در کابینت начальник головной розыски عدل شاه منصور دست پوچم اسکوچ کردم башкам хоум кардам куркай зар доштам ам куркай зардам дар танам мондагӣ буд бировардани шайтанам даҳанам дар хеле басак якум фарод биромад қаток мондан ки ғас мекунам уже дод вой мегум уже мегум ки дил ма кафидеса уже чизе ки ам хеле мегӯ дил та кандеса уже ами хеле дарда дар ҳаёти сарам ам қадар 28 соли умримда ма дидагӣ набудам да بعد دو وای و غاس میکنم دیگه уже نمیشه ایمیونم برآمدم ای کوکر در دهنم جوک کردم خیلی و ایمیونم جوک کردم خیلی کشید قریب میون پیونم کنده بود уже گفتم میبرم уже زوری بعد اومد گفتم بسیم گفتم من نکردم خود شما مرا چی مجبور کردین همسر ما دامو عدل شما منصور تا یک تا پلاتنوی وری در زمستان ماه دکبر ختم خیلی بفهمین تا یک تا در خونه برمگی از سروسیمگی ترسه ҳомиладор буд та як та ба адел мегирам ёранаш. مصاحبه با جانبیک عبدالواحد به آزادی در وبسایت azadi.org نشر می شود. و طبیبان ژاپن یک کاری را کردند که انجام دادن آن تاکنون به دیگران میسر نشده است. آنها کودکی را که اندکی بیشتر از 200 گرم وزن داشت زنده نگه داشتند و چون یک کودک سالم و بزرگ روز 20 فوریه به دست والدانش سپردند. طفلی که هنگام تولد همگی 268 گرم وزن داشت بعد یک چند ماهی معالجه در شفاخانه توکیو به خانه برگشت. این پسر توسط عملیات جراحی به دنیا آمده است. طبیبان خوف داشتند که در بطن مادر حیات او با خطر مواجه است. دکتر تاکشی ارمیسو میگوید 20 فوریه این پسر الکی 3 کیلو و 200 گرم وزن داشت و طبیبان باور دارند که طفل نجات می‌یابد. تا این زمان خردترین پسری نجات یافته طفلی بود که سال 2009 در آلمان به دنیا آمده همگی 274 گرم وزن داشت. دانشگاه ایالت ایاوای ایالات متحده آمریکا که تولد و معاینه اطفال خردترین را پیگیری می کند تاکید نموده است که سال 2015 در آلمان دختری به دنیا آمده بود که همگی 252 گرم وزن داشت. و برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org. ویدیو و گزارش‌های دیگر همچنین در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.